با مقصد اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از 22 ایون سال 2023 تحت رقم 586 درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی در فیلیال رقم 34 کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در شهر پنجکن تدبیرهای مشخص عملی می شوند. از روی اطلاع سرور فیلیال رقم 34 کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در شهر پنجکن میرگانوف قطب‌الدین عبداللهویچ در این زمینه کارهای زیرین عملی شدند. بعد از به تصویب رسیدن فرمان نوبتی پیشواز معظم ملت پرزیدنت کشور جناب عالی کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن تمام چاره‌ها چالندشی نمودیم. گروهی کلی از طرف کارمندان تشکیل نمودیم. در تمامی جامعات شهرکی دیگر کار فرماندهی گذاردیم. چون که آگاه است شروع از 1 آگوست ما علاقه تمامی پرداخت‌های حتمی را طریق غیر نقدی قبول نموده استیم. مشکلات هستند در مرحله گذریش برای فرماندهی مردم ما خیالکه قریب که تیار است. حتما در این جهت باید ما کار کنیم. اساساً در تشکیلات مؤسسه ما باید کارهای فرماندهی گذاریم در جامعات شهرکی دیگر. باور میکنیم که در آینده باید منحنی نباشه. در مرکزها وضعیت چون که در قسم عملیاتی هست چنین است. در اونجا تمامی تجهیزات هست. برنامه ها پر فعالیت میکنند. کارمندان سطح دانششان جوابگو در حالتی پیداشون کمبودی با از خودی قسم عملیاتی متخصصان یاری رسانده استادن منهگی در مرکزها نیز وجود ندارد. با سطح بلند صفتناک اجرا می‌نماید. ما با چند نفر ساکنان شهر و دهات پنجکن وابسته با جاری شدن پرداخت غیر نقدی هم صحبت شدیم. آنها اظهار داشتند که این فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با منفعت مردم است و از این تدبیر آنها قناعتمند می باشند. نظام نظم چیه؟ نظام نقضی. معقولا؟ معقول ها. شما استفاده کردید اگه نه ولی سعیش باز کنید. لطارش ما چه همین سعی فقط لطارش ما باید بزنیم. اصل صبح ها غیر نقدی ها؟ اوسان شد می؟ تجربه اوسان. اوسان شما معقول؟ معقول. دستگیری میکنید؟ نظام. راهبریت فیلیال رقم 34 کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک با ما اطلاع دادند که با مقصد تطبیق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که از سنه 1 آگوست سال روان نظام پرداخت غیر نقدی عملی گردید در همه 19 مرکزهای خدمت رسانی حدود شهر و دهات پنجکن شرایط‌های مساعد فراهم آورده شده است. همزمان شهروندان از 43,000 کارت ملی استفاده میبرند. تا به امروز به شهروندان به طور رایگان 4450 عدد کارت فراگیر داده شده. راهبریت بانک برای باز هم بهتر نمودن شرایط ها جهت نظام پرداخت غیر نقدی با تشکیلات و کارخانه ها و خاصه شهروندان یاری عملی می رسانند و همزمان در سمت بلند برداشتن معرفت مالیوی آنها کارهای ترغیباتی و تشویقاتی را وسعت می بخشند. گزارش عباس همراهزاده و اسماعیل جان خالف.